بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و من والاه. ثم اما بعد. از امام دارالهجرت، امام محدثین، صاحب یکی از 4 مذهب مشهور، امام مالک ابن انس رحمت الله علیه روایت میکنند که روز ایشان در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حرم مدینه درس می گفتند. در این لحظه به مدینه منوره از کجای فیل وارد می شود، فیل می درآید که تمام اهل مدینه برای تماشا و دیدن آن فیل می روند. وارد شدن فیل به گوش شاگردان امام داخل می شود، می شنوند که به مدینه فیل در آمده است، فیل داخل شده است. آنها نیز از شوق تماشا و دیدن فیل که اصلا در مدینه فیل وجود ندارد، خواستند فیل را ببینند. همه میخیزند و درس امام را ترک کرده به تماشای فیل میبرایند. اما تنها یک نفر بود که نشست و درس استاد را ترک نکرد. آن هم باشد یکی از محدثان بزرگ، شاگرد امام مالک، روایت کننده کتاب موطأ امام مالک رحمت الله علیه، یکی از معتمدترین و معتبرترین راوی های این کتاب، امام اندلس یحیی ابن یحیی لیثی ترک نکردند. و امام مالک میپرسند که از شاگردشان یحیی برای چی شما ترک نکردید؟ آیا در کشور شما در اندلس که یحیی از اندلس آمده بودند به درس امام مالک تا اینکه احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را روایت کنند و از زبان امام مالک بشنوند؟ امام یحیی میگویند نه، وجود ندارد. استادشان میپرسند برای چی شما نباشد برای دیدن تماشای فیل نبرآمدید؟ اینجا شاگرد نجیب، شاگرد ذکاوتمندشان شیخ یحیی در جواب میگویند من برای مدینه برای مالک آمدم، من برای شنیدن احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم. ببینید دوستان، در ماه شریف رمضان که قرار داریم، روزداران 2 نوعند. یکی هدف خود را، مقصد خود را و مقصد روزه را، هدف از روزداری، هدف از ماه شریف رمضان چیست آگاه است، میداند و مقصد خود را برای خود معین کرده، برای به دست آوردن آن کوشش میکند. و متاسفانه عده یا بعضی نفرهای هستند که یا روزداران هستند که نوع دیگر هدف خود را نمیدانند یا مقصد از ماه شریف رمضان چی است نمیدانند. برای آنها ماه شریف رمضان همچون یک کوه وزنین بالای سرشان افتاده است. بغیر از گرسنه ماندن و تشنه ماندن دیگر چیزی برای آنها نیست. بغیر از مشقتی که برای آنها ملال است، ملال نفسشان می شود یا منتظری میگویند کی ماه شریف رمضان تمام می شود و از روزه گرفتن من خلاص می یابم، منتظر این هستند. هدف خود را نمی دانند. مثل همون نفرهایی که هدف خود را گم کرده بودند و درس این بزرگوار را، درس امام مالک رحمت الله علیه را ترک کرده تماشای فیل رفتند. در ماه شریف رمضان هم مانند همین فیل، امروز فیل ها زیاد است، اینترنت است و تلویزیون است و دیگر چیزهایی هست که انسان را از هدف اساسیش، از مقصدی که برای پیش خود گذاشته است بازداری میکنند. باشد که ما و شما هدف خود را معین کرده این روزهای باقی مانده، این کمترین روزهای باقی مانده ماه شریف رمضان را غنیمت شماریم. آن مقصدی که از برای آن ماه شریف رمضان آمده است و آن هدف بزرگی که خداوند خود در قرآن کریم میگوید لعلکم تتقون، شاید که
شما از جمله تقواداران، از جمله خدا ترسان گردید. برای این فرض گردانیده است خداوند ماه شریف را و روزه را. و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود می‌فرمایند من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه شریف رمضان را، روزه ماه شریف رمضان را از روی ایمان، یعنی به فرضیت همین فرض بودن روزه از جانب خداوند ایمان بیاورد و روزه بگیرد و احتسابا و از برای ثواب به دست آوردن ثواب روزه گیرد و این ماه مبارک را سپری کند فقط غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام گناهان گذشته‌اش مغفرت کرده می شود. خداوند تمام گناهان گذشته‌اش را می بخشد. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه نموده در دیگر حدیث شریف خود می فرمایند خواب و خسر من ادرک رمضان ولم یغفر له. ببینید رسول الله چی میگویند؟ در حقیقت ناامید شده است و بسیار زیان دیده است کسی که ماه شریف رمضان را درک میکند و گناهانش مغفرت نمی شود. آیا ما این ماه مبارک را به طور شایسته و به طوری که چنانه که باید گذرانیده ایستاده ایم؟ چند روزهایی به شمار باقی مانده است. برای پروردگارمان نیایش کنیم و خداوند به نزد خداوند سرخم کنیم، گوییم پروردگارا گناهان ما را، گناهان پدر و مادر و والدین ما را عفو و مغفرت کن. تو بسیار عفو کردن را دوست می‌داری، بخشیدن را تو دوست می‌داری. یکی از صفات‌های تو، یکی از نام‌های زیبای تو این رحمان و رحیم است. بخشنده و بسیار مهربان هستی. دعا کنیم که خداوند گناهان ما و شما را عفو و مغفرت گرداند در این ماه مبارک و خداوند ما را از همان نوع گرداند که روزداران حقیقی و آنهایی که هدف و مقصد خود را معین کردند و هدف بزرگ ماه شریف رمضان و فرض گردانیدن روزه را درک کردند. حقیقتا از این عده بنده های دوست داشته خداوند گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.